رفقا میدونستین روی زمین بیشتر از 8 میلیون گونه حیوانی زندگی میکنه؟ یعنی یه دنیای عجیب و غریب پر از موجودات ریز و درشت، از مورچه‌هایی که میتونن وزنی چند برابر خودشون رو بلند کنن تا نهنگ‌هایی که اندازه یه اتوبوسن. هر کدوم از این موجودات یه ویژگی منحصر به فرد دارن. یکی سریع‌ترین دونده دنیاست، یکی دید در شب داره، یکی میتونه با یه نیش کل بدن آدمو از کار بندازه. ولی یه قدرت خاص بین همشون مشترک نیست، یه قدرتی که میتونه سرنوشت زندگی یا مرگ یه شکار رو تو چند ثانیه تعیین کنه. قدرت فک. و حالا یه سوال، بین این میلیون ها گونه حیوانی کدومشون اون آرواره جهنمی رو داره که میتونه هر چیزی رو مثل بیسکویت خورد کنه؟ یا بهتر اینجوری بگم، کدومشون قوی ترین فک جهان رو داره؟ امروز قراره با هم بریم سراغ 5 تا از وحشتناکترین و قدرتمندترین فک هایی که روی کره زمین وجود داره. موجوداتی که حتی فکر کردن به اینکه یه روزی روبروشون قرار بگیری میتونه لرزه به تنت بندازه. از رتبه 5 شروع میکنیم و قدم به قدم میریم بالا تا آخرش برسیم به اون حیوانی که فکش نه تنها قوی ترین تو کل جهانه، بلکه رکورددار شکستن هر چیزی تو طبیعته. پس آماده باشین. حالا رسیدیم به جایی که خیلیا باور نمی‌کنن. آره، گوریل. میدونم تو ذهن خیلیا گوریل یه موجود خونسرد و تقریبا مهربونه، میشینه گیاه میخوره و گاهی اوقاتم با خانواده‌اش میچرخه. اما اشتباه نکن، پشت این ظاهر مظلوم یه فک مخوف و جهنمی خوابیده که میتونه تو یه گاز استخون رو مثل یه چوب خشک خورد کنه. قدرت فک گوریل چیزی حدود 1300 PSI تخمین زده شده، یعنی تقریباً 5 برابر ما انسان‌ها. برای درک بهتر این موضوع باید بگم که ما آدما نهایتاً میتونیم هویج رو با دندونامون خورد کنیم، ولی گوریل با همون راحتی میتونه شاخه‌های سفت یا حتی یه استخوان رو له کنه. نرهای غول‌پیکر روی جمجمه‌شون یه تاج استخوانی دارن که مثل یه پایه محکم برای عضلات فک عمل میکنه تا فک بتونه به درستی اعمال نیرو کنه. ولی این تازه فقط نصف ماجراست. وقتی گوریل عصبانی میشه فقط به فک و دندونش متکی نیست، اول با مشتای چند صد کیلویی زمین رو میکوبه، بعد سینه‌ش رو با قدرت میکوبه و قررش میکنه. اون لحظه دندونای بلند و نیش‌های ترسناکش رو به رخ میکشه و این فقط یه هشداره. حالا تصور کن اگه همچین موجودی به جای هشدار تصمیم بگیره واقعاً گاز بگیره، چی میشه؟ همون یه گاز کافیه که بهت بفهمونه چرا لقب پادشاه خاموش جنگل‌های استوایی برازندشه. حالا آماده باشین تا بریم سراغ یکی از بی‌رحم‌ترین شکارچی‌های جنگل، جگوار. این گربه‌سان خفن شاید از نظر جثه کوچکتر از شیر و ببر باشه، ولی تکنیکش اونقدر وحشیانه است که هر شکارچی دیگه‌ای جلوی اون کم میاره. قدرت فک جگوار حدود 1500 PSI هست، یعنی قوی‌تر از گوریل، قوی‌تر از هر گربه‌سان دیگه‌ای. اما چیزی که اونو واقعاً ترسناک میکنه فقط عدد نیست، بلکه روش شکار منحصر به فردشه. در حالی که بیشتر گربه‌سانا میرن سراغ گردن شکار برای خفه کردن، جگوار مستقیم جمجمه رو هدف میگیره. با یه گاز دقیق و مرگبار استخون سر رو سوراخ میکنه و مستقیم مغز شکار رو له میکنه. این تکنیک هیچ جای دیگه‌ای دیده نمیشه، اینو فقط جگوار بلده. حتی لاک‌پشتای غول‌پیکر آمازون که زهرشون مثل تانک طبیعیه، جلوی این فک هیچ شانسی ندارن. جگوار مثل دربازکن لاکشون رو سوراخ میکنه و راحت میرسه به گوشت داخلش. جنگل آمازون با همه پیچیدگی و تاریکیش قلمروی مطلق جگواراست. این موجود مثل نینجا حرکت میکنه، بی صدا، سریع و کشنده. کافیه یه لحظه از آب یا سایه‌های جنگل بیرون بپره و تا قربانی به خودش میاد میبینه که بین آرواره‌های قدرتمند این حیوانه. برای همینم این لقب رو بهش دادن، ساکت‌ترین قاتل جنگل. و حالا فکر کن یه موجودی که حتی کرکودیل‌های جوون یا شکارای چند برابر خودش رو تو آمازون فقط با یه گاز جمجمه‌شون رو خورد و نابود میکنه، تازه فقط رتبه 4. پس صبر کن تا ببینی رتبه‌های بالاتر چه فک‌های عجیب و حیرت انگیزی دارن. خب وقتشه بریم سراغ یکی از بزرگترین فریب‌های طبیعت، اسب آبی.
اگه فقط از دور نگاش کنی به نظر یه موجود بانمک و چاقالو میاد که توی رودخونه ولو شده و کار خاصی نمیکنه، ولی واقعیت اینه که اسب آبی جزو یکی از خطرناکترین و خونریزترین حیوانای روی زمینه. قدرت فکش چیزی حدود 1800 PSI هست، یعنی بیشتر از جگوار و گوریل، و وقتی فکشو باز میکنه میتونه تا حدود 150 درجه دهنشو باز کنه و وقتی روبروش میستی انگار داری به دروازه جهنم نگاه میکنی. این دهن غول‌پیکر پر از دندونای نیشیه که بعضیاشون میتونن بیشتر از 40 سانتی متر رشد کنن. تصور کن یه دندون به اندازه دست آدم، اونم وصل به فک که قایق چوبی رو مثل مقوا نصف میکنه. حالا دلیل ترسناک بودنش فقط فکش نیست. طبق آمار سالانه انسان‌های بیشتری توسط اسب آبی کشته میشن تا شیر یا حتی کرکودیل، چون قلمروش براش مثل ناموسشه. کسی نزدیک بشه بدون لحظه‌ای فکر حمله میکنه. و چیزی که عجیب تره اینه که این غول مرگبار در اصل گیاهخواره، یعنی بیشتر وقتش به خوردن علف میگذره، اما وقتی پای دعوا بیاد وسط همین گیاهخوار بامزه تبدیل میشه به یکی از خشن‌ترین ماشین‌های مرگ تو کل آفریقا. و خب وقتی یه موجود گیاهخوار بتونه اینقدر خطرناک باشه، تصور کن رتبه دوم که یه شکارچی خالصه چه فک قدرتمندی داره. آماده باش چون حالا وقتشه بریم زیر آب. خب حالا رسیدیم به موجودی که شاید بیشتر از هر حیوان دیگه‌ای اسمش با وحشت گره خورده باشه: تمساح آب شور. این غول خزنده نه تنها بزرگترین گونه تمساح تو کل دنیاست، بلکه صاحب یکی از مرگبارترین فک‌ها تو کل تاریخه. قدرت فکش چیزی بین 3700 تا 5000 PSI اندازه‌گیری شده، یعنی هر چی سر راهش باشه از استخوان گرفته تا لاک و حتی فلز نازک رو مثل کاغذ مچاله میکنه. حالا تکنیک شکارش رو تصور کن. تمساح منتظر میمونه بی حرکت مثل یه تیکه چوب خشک توی آب. شکار بیخبر نزدیک میشه. تمساح توی یه لحظه با همون فک قوی شکار رو قفل میکنه. بعدش شروع میکنه با اون بدن عظیمش مثل مته دور خودش چرخیدن و شکار رو تکه تکه میکنه. هیچ موجودی روی زمین نیست که بتونه جلوی این ترکیب قدرتمند و تکنیک دوام بیاره. تمساح آب شور فقط یه شکارچی نیست، یه ماشین تکامل یافته زنده است. میلیون ها سال بدون تغییر جدی روی زمین زندگی کرده، چون همین طراحی کامل ترین سلاح طبیعیه. از گاومیش‌های چند صد کیلویی گرفته تا کوسه‌های جوون همه قربانی این فک شدن. و خب اگه فکر کردین این پایان ماجراست اشتباه کردین، چون هنوز یه موجود دیگه مونده که فکش حتی از این غول هم قوی تره. و حالا میرسیم به این لحظه که همه منتظرش بودیم: کوسه سفید بزرگ. این موجود نه فقط شکارچی بلکه یه ماشین مرگ مطلق در اقیانوساست. قدرت فکش حدود 4000 PSI اندازه گیری شده، یعنی میتونه هر چیزی که سر راهش باشه از استخوان گرفته تا بدن ماهیای بزرگ رو در یک لحظه خرد کنه. تصور کن فشار معادل چند تن روی یک نقطه. کوسه سفید استاد کمین و تاکتیکه. بوی خون رو از کیلومترها تشخیص میده و لحظه‌ای که قربانی غافل باشه با سرعتی باور نکردنی حمله میکنه. دندونای تیزش مثل تیغای جراحی طبیعی عمل میکنن. یک گاز مساویه با فاجعه کامل. هیچ موجودی تو اقیانوس‌ها شانس زیادی نداره، نه لاک پشت نه فوک، و حتی نهنگ‌های کوچیک هم وقتی نزدیکش میشن باید فرار کنن. تصور کن یه گاز از این فک یعنی نابودی کامل. هیچ راه فراری نیست. اینو فقط کسایی که با اون روبرو شدن میفهمن. خب رفقا حالا شما بگین به نظرتون شما در مقابل کدوم یکی از این حیوونا شانس زنده موندن دارین؟ نظرتون رو حتما کامنت کنین.